فضلمه بخی امی خونچه ها ببر که اینا میمونه دیگه خوب نیه با کرایو بیشتر میشه پیرن عروس را ببریم بدی آخی درس تو کی بیغمشم روزی که من به تک بود به تک قبرستان ببرم خدا نکنی دیگه پا نزنی ای بچه ها کلان تو چی کار میکنن؟ خواهم اینا رو ری کنه بچه ها خود کار داره نکنم یک جایی رفتن با جز از ساکن و شانای نو فوتبال برم دیگه هیچ کار نداره هم خوبه که اسم ما هم سر زبون تونه فضلمه خدا فضلمه دا گوم مخت کنه دیگه با چه نیت اصاب خود خراب بیکنی خو اگه بی خونچه بمونه مگه خود تو پیلای بدی پیرن بمونه مگه خود تو پیلای بدی بچه ها چه کار میشه؟ بچه ها نمیشناسم امی خود شما بفتیم بستونده خود شما بریم بدیم چیزایی که تو به سرم اضافه استوندی پیرن عروس اضافه به سرم استوندی ماست چکا کنه؟ کجا بود بچه که اینجا به پلو بچه عروس مستاده باشه پیرن عروسی غمی نداره ارمونا دل من پر شد هیچ غمی نداره اقلا دلم بجینه من که بترقی دل همه مردم بترقی عروس من به هم دیده دلم بجینه تو بترقی خیلی کار خوب شد نشد خیلی تبدلم شد خیلی نمیلایی دست شما درد نکنه بیخی تبدلم بود امی دقیقه خودیگر مقبول جانان شد نشید شرط دق نشید خدا آدم خده زن بیعقلم کردم نکن الهی که نفر تونی یعنی من بیعقلم خب مازی بیعقلی تو 5-6 هزار روپیه مرز ضربه زدی دیگه کار نکردی فقط مرز ضربه زدی دیگه بچه که ارمان مراد جیشت بچه خود دومات کردم ارمانای دل و پر شد کاش که ارمانی نبود بچه من اینجا می بود تو 3000 روپیه به سر پول آرایشگاه دادی کاش که اینجا می بود ارمانی نبود پیرن عروسی به سر مکرو کردی بچه من نبود اینه چی حالا اگه خدی تو هر چه هفته‌اش هم بکنم فایده نداره حالا که ضربه بزدیم بخواد که دیگه به یک قسم دل میخویم خشاتو که بترقید خود ممنید بالا کرده تو خیال تو نمیفهمی که پول از کجا باشه تو میگی مصرف کنی دلم به جینا ما به طرق و دل قوم خشا بس خلا بزی فکر نی که اینا از بچید بدبختی پیدا میشه کاش که ولی قوم مردمی داشتم یک اگر برار مردمی داشتم کسی میداشتم که میگن 50000 سر مجلس بچه خب بگی مصرف کو باز بریم کم یعنی کم اشته برات گپا میگیدی دیگه برو دیگه بشد دیگه حالی که بشد دیگه شاد باش دیگه دنبالی دیگه پا نگه ما دیگه چی حالا خب مصرف خور بکردم با قرض بود به نقد غنی بود دل ما به خود نمیشید که اگر بچه ما میگه بود مقبول به یک تالاره که میگیریم پیرن عروس کارا میکردیم ال دیامت منظم انال یک هفته تو جون تو بالای فقط فرش پوشور زرد پوشور بس خلاص بمونی بیام آدم به هم ریزی کردم این واسه تو میگم خیلی غمی نداره دیگه شدی از بچه بود غمی نداره میشورم خود دخترا و نواس کاکا میشورم ولی بیام آدم بشوشتم خودی تو من دل تو خوشه که میانی شما بریم مالی رو خستم بمونی هم بس خلاص بخستم برفتم انال هم تا سر تو بموندم من میرم اونم خمچا ببری خمچا ببری پیرن عروس را ببری کارخونه داری دیگه چیز میزی خونه بی نه هیچی نمایم میگم مادر امی خونچه رو که واک کردم اونا رو جابجا کردم امی یخم برار من نیه او که اونا بخریده بود یخم برار تو نیه؟ نیه بخور آره چیزه کردم کمو بکسا برار نگاه کن نگاه کردم نیه وی اشته نیه پیرن رخنا بچه بگم شو من چه میفهمم تو برو تا بامو بکسا بگرد ببین به کجایه خب نیه به اونجا سیر کردم مادر هیچ کار کنم الانی اشته کاری شد این 12000 روپیه خان بچه به اشته گم شه میگم دیگه اشته یخن مقبولم بگرفته بود من نه برو از کی بپرسم برو میخوام کی بگیرم مچو مادر برو به کی بگو میگم یک دفعه به می مادر عروس زنگ زنیم از اونا باز پوسان کنیم که سه کنیم بتا وسایل اونا نرفته یا اونا فکر نکنه بتا اشتباهی شد بعد اشتباهی خود رو باش شلوغی کی میفهمه از کی کیر میبره زنگ زنیم از اونا سوال کنیم بله سلام خوبی سلامتی یا خوشحالی میگم که همین اساس مساسا خو همین وسایل خو بکردین سه کنه یه خان بچه من نیه خواه یه خان بچه من گم شد ایشته نیه بی پاکی برده دیگه به زینجگاه قایم خیشا ما کنن چه کار بکنم برو میخوام کی بگیرم از کی بپرسم با قرآن از سخ بردم خوبه همه جا بگشتی
اینا میگم نیه خدا میدونه کی برد خود خورم از کی بپرسو خود خوب کسای وصلت گرفتیم همه یو دوز بدر شد بفهمیدیم به روز محفل یخن بچه شما رو ببرده آخه به روز محفل کی یخن دومات گم میشه مادر ها؟ من چی خبر دارم من که بگفتم از اما که به خصوصی دخترش برفته بگفتم من همینا آدم خوبه نه ماما بودم چون باش دیگه ماما او تنیه مادر به کدوم محفل ما یخن بچه گم شده یا چادر عروس گم شده نه من از اما اول که به خصوصی دختری برفتم گفتم من از امینا خوشم نمیآید حتی از اما عروستم خوشم نمیآید سمتی چه باشه که تو به قرآن تنی تو بزن خواهش خودی گفت زدن تو دیگه میشه محفل ایگه پاک داره دیگه یک دوست داره 100 تا دشمن خودم دیگه کی علیه به چشم ببره که بار به هم بندازونم چیش می نقوا نمیشه خاطی ایت مصرفا کردم ایت خرجان کردم میگم محفل دیگه به محفل دیگه را چرا گم نمیشه مادر مو به می چند ساله که چند تا محفل بگیریم از کی چیزی گم شدن هیچ گم نشدن من محفل خود بگرفتن همه به خونه خورفتن 20% باز ما دیگه نه باب ایلا بگفتن آلک یخن دومات گم شده فردا میچوم چی گم میشه عروسی و چی گم میشه الله تکه شمعتی خان بچی با برده به خوبی و خوشی نپیشه الله حالا دیگه بزار اصلا بمونه مدیشو برمیدن کنه حالا دیگه هرچی اصلا بخوره مادر فایده نداره اشته فایده نداره برسی خود اصلا نکینه دخترم دشمن جون منه بفرمایید سلام علیکم خوبیم خیال خوشحاله ماسته سلام علیکم سلام خوبی سلامتی سلامت باشی زنده باشی شکرم ماسته شکر هیچ خوبی ندارم برو چی بگم دیگه چری؟ بی خان به چی گم شده چی رقم گم شده؟ من چی میفهمم همین هر چی که بکس بیده همین همه ساخت مکان همه به در اختردم نگاه کردم ردیلیه زنگ زدم به خود شما خانم شما پرسی رو بودم تا بسایلا شما نمده بگن این نمده بسته خونه زیر رو کرد بیچارم تمام وسایلات بیرو کرد پین کرد بالا کرد اشته خنک به چه مگم شما الله به خوبی نپوشه و شما میگو که همون آدم خبر نکنی از هر جایی یک کلون خبر کنی همین تا عطا و متا بلند و قطار خبر کردی انه خان به چه من دیشتم بموندم من از کی بپرسم با خدا ما نمیفهمیدیم که اتفاق میفته دیگه چی بگم اگر راست بپرسیم گناه ما و شما نه دیگه چرا گناه ما و شما خب ما توقع زیاد داریم که خبری هم عدمی باشه شما هم همچنین همین باید شد کن که همین مجلس ها یک وقتی که همین خودی و شیرازی و به هم میخورن نمیشه گپا پیش بیاید سلام الهی به خوبی و خوشی نپوشه اونده نباشی مدیشو عباده کنه ما خدا برو شهر شهید شدم ما همچنین شما باز حالی از بس خلاص بردم خمچار بردم پیران عروسه بردم من نمیته حالی بردی که بودی شهر شهید شدی که شدی دیگه انه خان به چه بگم شد نه؟ ها به من زنگ زدن که میگم ایخان دوماد میه ما هر چی گشتیم سل میکردی زندگی سعی کردم همه سعی کردم دیگه نبود دخترم برم سعی حالی از که تالی دخترم میگرده تبایی که برار خود سعی کردی بابا نه اونجا سعی نکردم خب بخیر یک سعی دیگه به تیر اخراجان تو دخترم یک دقیقه نگاه استجیش نخورین خیره اگه ما خب امون بفهمیم 12,000 ما خریدیم خب میخواد به چه بگم شد 12,000 پول داد میخواد به چه بگم شد کاش که به چه یعنی هر کس برده نامرده که تو نگاه کن که سک و 2 تا زوج نه مایم آشیانه جور کنم خونه و زندگی جور کنم تو نگاه کن که سبت اولا چون نزنه اون یخن به تبایی که خود به چی تونه دقیق سیل نمی کنی ایمونا خود به گمون بای میدیم که ها یخن بردم های چه کار کردم پیدا شد به تبایی که به چی تو کدشتیه اول آدم دقیق سیل میکنه هیچ وقت خوری که بود خب الهی شکر که پیدا شد سر به دردم و به تیر از فرزن می دختر تو بخوره میبره بگیش نگاه کرد که بیا بگونیه حال دقیق بدیم کاری که چی شده سیل کنیم ایتی یله بله ها فرزام میلرزه ببخشیم برو دیگه این کار زنکو انی میره قامت خدا انا مثلا بیا اگه خانه سه که یک دیگیاتی بین دو فامیل باور کنیم من خیلی رنج بردم یعنی به اندازه زیر تاثیر رفتم که سکو این خنک گم شد کار بعد میشد دیگه چیزی نیه میگم دلا سیاه میشه مثلا اینا فکر میکنم ما وردشیم ما فکر میکنیم اینا قایم کردن مال بیای جو دل سای مال به هزار جا همون که ایمون هم بگمون بای بره علمی نداره راست میگی ببخشیم برو دیگه برز معذرت دیگه از آن خم معذرت خیلی کنین دیگه که همین بیا آورد دیگه زنگ زدم اعصاب خراب شد دیگه خیره خدا ببخشه اتفاقی افتاده دیگه همین که پیدا شد جا شکریت بازم الهی شکر که این مطلب ما شما به مقبولی همون که نیک کم کس را آمد نی همیچ شما باور کنین که
ما شیریه خر اندازه 150 نفر گفتم بازم 250 نفر شیریه خود بازم شکر کشیدم که حداقل کم نمود. الهی شکر هیچ کس خدا شرمنده نکنه. با بعضیا دوتا بخورم بابا دفی 30 ماست. خیلی همینتونه همین. همونایی که 30 نخوردن با چی میگم ما نخوردیم. ما نخوردیم. ما 30 نخوردیم. دایی که کارای میکنه. خلاصه همه قدر به شما بگم خب خیشی انقدر همین کار خیشی کار شری هسته که بزرگوارا گفتم کار خیر شما فقط حالا همین کار شر هر رقم باشه جنجال و کم و کست خورد بعضی وقتا بعضی مجلسات داره. یک چیز دیگه به شما بگم هر کار که نکنید گله هسته گله گذاری به این مجلس عروسی و شیرینیخوری هسته با شما مگر یک دوش خورد در کنیم یک دروازه هرچی بگم دیگه هیچی به خدا خوب اصلا من هیچی به دل من درمون این هرچی مصرف میشد همین که من رنج من همی بودن که با چگک منیه همین که پیران عروسی به سر مکرا کرد عروس با رایشگاه بود این هیچ وقتی از سر دل برداشته نمیشه که پولکا به همین به او افتاد